بیننده های گرامی سلام، وقت شما بخیر. به مشروع خبر امروز 24 شهریور یا 24 سنبلا خوش آمدید. خبر اول ادامه طرح جمع‌آوری اتباع بدون مدرک در دماوند. فرهنگ مرتضی ملکی عصر شنبه در جمع از خبرنگاران اظهار کرد اتباع خارجی حاضر در شهرستان دماوند باید دارای مجوز قانونی بوده. اگر مجوز اقامت نداشته باشند یعنی حضور اتباع غیر مجاز می باشد و کارگیری این افراد در هر بخش برای کارفرما جرم محسوب شده و منجر به پیگیری قانونی می شود. وی با هشدار به تولید کنندگان و صاحبان مشاغل افزود استفاده و کارگیری افراد و اتباع غیر مجاز پیگیری قانونی به همراه خواهد داشت و باید هرچه سریعتر نسبت به معرفی این افراد به پلیس اقدام کنند. ملکی خطاب به مشاوران املاک گفت اجاره منزل و معامله و فروش و انعقاد هر گونه قولنامه به اتباع بیگانه تخلف در بندها برابر قانون برخورد می شود. خبر آخر، مدیران حق ثبت نام دانش آموزان اتباع غیر مجاز را در مدارس ندارد. استاندار کرمان گفت مدیران مدارس حق ثبت نام دانش آموزان اتباع غیر مجاز را ندارد. محمد مهدی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با تاکید بر اهمیت آموزش و پرورش به عنوان یک پروژه ملی گفت موضوع آموزش و پرورش برای همه کشور مهم است و به زندگی مردم ارتباط دارد. وی از همه مسئولان خواست تا مشکلات مدارس را پیش از آغاز سال تحصیلی جدید پیگیری و حل کند تا بازگشایی مدارس با کیفیت هرچه سریعتر انجام شود. استاندار کرمان در خصوص ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی گفت موضوع ثبت نام اتباع به طور جدی پیگیری شده و همچنین مدیران حق ندارند اتباع غیر مجاز را ثبت نام کند و در هر صورت مشاهده با آنان برخورد خواهد شد. رضایی مدیر کل آموزش و پرورش استان در مورد شیوه ثبت نام اتباع خارجی گفت ثبت نام اتباع خارجی طبق شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی خواهد شد و ثبت نام اتباع غیر مجاز انجام نخواهد شد.